ببین هر چقدر ریلزی که میخوای بسازی و بذاری داخل پیجت قوی باشه، نمیدونم تکنیکای مختلفی که بهت گفتم و داخلی زده باشی خیلی قوی، سناریو عالی باشه، الگوریتما رو داخل ادیت رعایت کرده باشی، همه چیز فوق العاده عالی باشه و بذاری داخل پیجت، انتظار داشته باشه میلیونی بشه، بعضی مواقع ممکنه نشه، بعضی مواقع هم ممکنه بشه. ولی یه سری چیزا هست داخل اینستاگرام که اگه رعایتشون نکنیم، حتی بهترین کلیپ دنیا هم بگیریم بذاریم داخل پیجمون جواب نمیگیریم. برای مثال همین الان برو وارد اینسایت پیجت شو، یعنی از همون 3 خط بالا بزن وارد اینسایت بشو. 3 تا قسمت وجود داره اینجا، اینستاگرام به تو داده یه سری آمار و ارقام داخل این 3 تا قسمت هست که وارد هر کدوم بشی میتونی متوجه بشی. ولی به صورت خیلی عامیانه بخوام برات توضیح بدم، کنار قبل از اینکه بخوای وارد هر کدوم که بشی، کنارش یه سری ارقام هست و یه سری مثبت منفی. برای مثال اولیه ممکنه همین الان بری ببینی مثبت 300 باشه، دومی مثلا منفی 1000 باشه، سومی مثبت نمیدونم دوباره 100 باشه. خب این مثبت منفی ها اینستاگرام داره به تو میگه که پیجت تو الگوریتم هست یا نیست، پیجت فعال هست یا نیست. برای مثال اگه فعال نباشی 3 تاش منفی میشه، 2 تاش منفی میشه و اگر به مدت 2 هفته 3 هفته تو این حالت منفیه بمونه، اینستاگرام دیگه بهترین کلیپ دنیا هم بذاریم داخل پیجمون محل ما نمیذاره پستت وارد اکسپلور بشه، نمیذاره پستت به خوبی وارد هشتگ ها بشه، نمیذاره پستت یا پیجت داخل قسمت ساجس ها به کاربر نمایش داده بشه، کلا جلوی رشد پیجتو میگیره. یه مثال خارج از اینستاگرام میزنم. فرض کن یه بازیکن فوتبال، برای مثلا رونالدو، مسی، فرقی نمیکنه، 10 سال 5 سال ما بهش میگیم آقا بازی نکن، بشین داخل خونه. بعد میخوایم بریم با یه تیم مقابل بازی کنیم. به نظرت از این بازیکن رونالدو یا مسی که 10 سال بهش گفتیم داخل خونه بشینه، دعوتش میکنیم که بریم با اون تیم بازی کنیم؟ نه. چرا؟ چون حتی اگر بهترین بازیکن دنیا هم باشی، مثال این دوتا رو زدم که بفهمیم بهترین بازیکن هم که باشی، باز بخوای دعوتش کنی داخل تیم نمیکنی. چرا؟ چون غیر فعال بوده، 5 سال خونه نشین بوده. پس پیج تو زمانی که فعالیتی نداشته باشی، این 3 تا قسمت که بهت گفتم به مدت 2 هفته به بالا منفی بمونه، اینستاگرام چیکار میکنه؟ دیگه پست جدید که میذاری به کاربرا نمایشش نمیده، وارد اکسپلورش نمیکنه. حالا یه سری کارا هست که باعث میشه این 3 تا قسمت مثبت بشه. چه کارهایی؟ برای مثال من هر روز میتونم استوری بذارم، هر روز میتونم پست بذارم، با این کارا این 3 تا قسمت مثبت میشه. ولی اگه درست بذاری، آقا من هر روز صبح بیام استوری دیوار سفید بذارم، کاربر حوصله‌اش سر میره، آقا چقدر بشینم دیوار سفید ببینم. پست‌های تکراری بذارم، کاربر دیگه خوشش از من نمیاد، کم کم یا منو آنفالو میکنه یا تبدیل به فالوور روح میشه. پس همینطور ضربه میزنیم به پیجمون با فعالیت‌های بد. ولی با فعالیت‌های خوب میتونیم این 3 تا قسمت رو همیشه مثبت نگه داریم. ببین من با 1 میلیون فالوور هنوز که هنوزه میخوام استوری بذارم، برای هر استوری حداقل 20 تا 30 دقیقه وقت میذارم، درستش میکنم، خوشگلش میکنم، طبق الگوریتم اون چیزی که کاربرم دوست داره و طبق اون فعالیت میکنم. برای پستام به همین شکل. پس چیزای الکی نمیذارم که بخواد آمار و ارقام پیجمو بیاره پایین. حالا این یه سری کارا بود که باعث میشه برای همیشه این قسمت ها مثبت بمونه. ولی یه سری کارا هم هست که در لحظه پیجتو یه شوک بهش میده. فرض کن مثلا تو حال نداری، چیکار میکنی؟ یه دونه شات قهوه میزنی یا مثلا میدونی نمیدونم یه دونه انرژیزا میزنی، هایپی میزنی، در لحظه میری بالا، انرژیت میره بالا، ولی کم کم میای پایین. همین کارو بخوام داخل پیجمون انجام بدیم بهش میگن فرکانسی، که باید قبل از ریلز گذاشتن این کار انجام بدیم. آقا من همیشه ریلز که داخل پیجم میذارم مثلا تو 1 ساعت اول 10,000 تا بازدید میگیره. خب ولی اگر این فرکانس دی ها رو انجام بدم تو 1 ساعت اول ممکنه 50,000 تا بخوره. پس باید حتما قبل و بعد از هر ریلزی که داخل پیجمون میذاریم این فرکانس دی ها رو انجام بدیم که در ادامه دونه بدونه بهت میگم.